سلام به دلهای زیبای کودکان اوتیسم. در مورد کودکان اوتیسم دنیا یکم متفاوته. ممکنه دیده بشه که ارتباط با دیگران یه مقدار چالش برانگیزه. مثلا به زبان خاص که باید باهاشون ارتباط برقرار کنیم. یه جورایی دوست دارن توی الگوی خاص کاراشون تکرار کنن. مثلا یه کارو چند بار انجام بدن. این حرکت بهشون یه حس امنیت میده. وقتی اطرافشون تغییرات رخ میده به مشکل میخورن. یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که اشتراک گذاشتن احساساتشون کمی براشون مشکله. بهتره این وضعیت و این حمایت از کودکانتون رو درک کنید. بیایید با لبخند به این دنیای کوچک اینها نگاه کنیم. با احترام از این کودکان حمایت کنیم تا هر روز بهتر بشن. به امید دیدار.